سلام بچه، خیلی خوش اومدید به چنل حسن ترول. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. اینجا که همونطور که مشاهده میکنید میبینید که دیگه چقدر دایمند و زغال و آیرون و شمش آهن و لپیز و ردستون است. اگه شما میخواین مثل من این همه چیزو داشته باشین، تا ادامه ویدیو همراه من باشید. سلام بچه، خیلی خوش اومدید به چنل حسن ترول. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با آموزش ساخت فارم دایمند و گلد و ردستون و حالا لپیز و آیرون. خب بچه، لازمه این کار اینه که شما باید تو سرور آنلاین بازی کنید و داخل اون سروری که بازی میکنید بخش اسلایم فان رو داشته باشه، یعنی سرور سورایول اسلایم فان باشه، مثل سرور مدکرفت و گلدکرفت و تیرکسمان. خب شما اولین کاری که میکنید کتاب اسلایم فانتون رو باز میکنید و داخل بخش بیسیک ماشینز میرید و ادوانس ماینر رو پیدا میکنید این بخش که باید با XP باز کنید و اینجا که باز کنید آموزش ساخت این دستگاه رو بهتون نشون میده که بلاک دایمند و فرنیس و دیگه پیستون و چست میخواد که ما همش رو اینجا داریم. حالا شما میتونید بیشتر هم داشته باشید، بیشتر بتونید ماین کنید، ولی برای بازی کردن داخل سرور اسلایم فان و آنلاین باشه این خیلی براتون کار بازی رو راحت تر میکنه. شما به صورت اینجوری دستگاه رو میسازید، پیستونا رو میذارید. ولی من یه دو پیستون کم آوردم، مشکلی نی. نمیدونم کار میکنه یا آره. وقتی کار کرد شما یه باید که بازی میذارید داخلش، این رو میذارید. خب دوستان، ما وای میستیم تا این دستگاه ماینشون تموم شه و چه سایت باز میکنیم. حالا اینکه چون داخل چانکی این گذاشته بودم یه چیز بهتر، چون دیر کارش کردم نگاه کنیم یه دایمند داد و 13 ردستون و 12 تا آیرون 16 تا اینا. خلاصه اینجور دستگاه ماینر کار میکنه که بهم گفته بودین ویدیوش داخل چنل بذار. اگه میخواین دایموند بیشتر بهتون بده، هم دستگاهاتون رو زیادتر بکنین، هم داخل یه جایی بذارین که کوهستانی باشه، حالا زیر جایی کنار دریا ماسم باشه، خیلی شانس دایموند زیادتر داره. و این کارم برای اونایی که میخوان برن داخل ندرایت جمع کنن بهشون میگم که اصلا این دستگاه داخل ندر کار نمیکنه، یعنی کار میکنه ولی ندرایت بهتون نمیده، فقط فقط براک کوارتز میده و گلد. خب دوستان، تا آموزش بعدی لطفا چنل منو ساب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو آموزشی گذاشتم شما هم خبردار بشید و اولین نفری باشید که اون آموزش رو یاد میگیرید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.